فشار خون قاتل خاموش. فشار خون بالا در اغلب اوقات علامتی نداره و بسیاری از مردم برای سالیان زیاد حتی بدون اینکه مطلع باشن مبتلا به این عارضه میشن. فشار خون بالا اگر درمان نشه باعث آسیب به سغرگ‌ها و اندام‌های حیاتی بدن میشه. به همین دلیل به اون قاتل خاموش هم میگن. سالانه افراد زیادی برای درمان 100% فشار خون بالا به پزشک مراجعه میکنن، چرا که افزایش اون سلامتی رو در معرض خطر قرار میده. قلب برای اینکه بتونه خون سرشار از اکسیژن رو به سمت شریان‌ها ارسال کنه به نیرو نیاز داره. فشار خون رو باید به مقدار نیروی معرفی کرد که خون شما برای عبور از رگ به دیوارهای اون وارد میکنه. رگ‌ها مسئول حمل اکسیژن و مواد مغذی به کل بدن هستند. قلب با هر بار تپش خون رو به شریان‌های پمپ میکنه که در سراسر بدن پخش میشه. این فرایند به صورت 24 ساعته و 60 تا 100 بار در دقیقه در حال انجامه. فشار خون یک پدیده کاملا ثابت نیست، بلکه شما بر اساس فعالیتی که انجام میدید باعث تغییر اون میشید. به عنوان مثال ورزش و فعالیت‌های هیجان انگیز اون رو افزایش میده، در حالی که استراحت باعث افت فشار خون میشه. اما عوامل دیگه‌ای هم هستن که باعث تغییر فشار خون میشن، مثل سن، تغییر موقعیت و داروهایی که مصرف میکنید. پرفشاری خون در ابتدا هیچ علامت مشخصی نداره و به همین دلیل به اون قاتل خاموش میگن. در حقیقت قبل از اینکه متوجه غیر طبیعی بودن اون شید، به قلب و کلیه و مغز شما آسیب وارد میکنه. این بیماری عامل اصلی مشکلات قلبی عروقیه و عوارض جبران ناپذیری رو به همراه داره. پرفشاری خون عوارض زیادی رو به همراه داره، مثل حمله قلبی، نارسایی قلبی، بیماری کلیوی و سکته مغزی. اما عواملی هم وجود داره که باعث میشه شما دچار پرفشاری خون بشید، مثل اضافه وزن، کلسترول بالا، سیگار کشیدن، دیابت، سبک زندگی کم تحرک، مصرف مواد غذایی شور، مصرف قرص‌های ضد بارداری یا سابقه خانوادگی. اما راهکارهای زیادی برای درمان فشار خون غیر طبیعی هم وجود داره. اولین مورد تغییر سبک زندگیه. شما میتونید با ورزش منظم، دوری از استرس و اضطراب، حفظ تناسب اندام و وزن ایدئال خودتون، اجتناب از سیگار، پرهیز از مصرف نوشیدنی‌های الکلی و پیروی از یک رژیم غذایی سالم به درمان فشار خون خودتون کمک کنید. مورد دوم استفاده از داروهاست که باید آخرین مرحله برای شما باشه. اگر تغییر سبک زندگی نتونه فشار شما رو به حالت نرمال برگردونه، باید به پزشک مراجعه کنید تا در صورت لزوم برای شما دارو تجویز کنه. اما هنگام مصرف دارو باید به نکاتی که من میگم توجه کنید. از داروها دقیقاً طبق دستور پزشک استفاده کنید. داروهای تجویز شده رو بدون نظر پزشک قطع نکنید که ممکنه باعث آسیب به سلامتی شما بشه. از مصرف خودسرانه دارو برای درمان پرفشاری خون دوری کنید. در صورت نیاز فشار خودتون رو در خونه اندازه‌گیری کنید. به طور منظم به پزشک مراجعه کنید تا پزشک بتونه بهترین تصمیم رو برای شما بگیره. راه حل سوم درمان خانگیه که خیلی از مردم این راه حل رو در اولویت قرار میدن. نوشیدن عسل و سیاه‌دانه، چای سبز و چای ترش، گیاهان دارویی مثل سیر، پونه و نعنا، مدیتیشن، یوگا و تمرین تنفس، سبک زندگی فعال و ورزش منظم، رژیم غذایی حاوی غلات کامل مثل ماهی، میوه، سبزی و مواد غذایی کم چرب به شما کمک میکنه که از طریق روش درمان خانگی خیلی زودتر و سریعتر خودتون رو درمان کنید. اما اگر فشار خون شما بیش از حد پایینه، خیلی از پزشک‌ها توصیه میکنن مصرف نمک رو کمی افزایش بدید. آب زیاد بنوشید و هنگام نشستن پاهای خود را روی یکدیگر بندازید. فشار خون میتونه بدون هیچ علامتی در بدن بالا و پایین بره و به قلب و مغز و کبد آسیب بزنه و به همین دلیل خیلی مهمه که سالانه به پزشک مراجعه کنید تا حتما اون رو اندازه بگیره.
و در صورت غیر طبیعی بودن فشار احتمالاً پزشک به شما توصیه میکنه که یک دستگاه فشار سنج خانگی تهیه کنید. اگر فکر میکنید فشار شما از محدوده طبیعی خارج شده یا میخواهید از طبیعی بودن اون مطمئن شید، به متخصص داخلی یا دکتر قلب مراجعه کنید. اگر تا اینجا ویدیو من رو همراهی کردی خیلی خوشحال میشم که ویدیوی منو لایک و چنلمو سابسکرایب کنی تا از این دسته از ویدیوها جا نمونی.